سلام بچه ها، به ولاگ دیگه خوش اومدید. من دارم میرم بیرون، میخوام یکی از مغازه‌های خیلی جالب اینجا رو بهتون نشون بدم. کافی ما همراهم دارم. یه مغازه است thrift shop اسمش. بعد اینجور مغازه خیلی زیادن، مغازه‌هایی که چیزای دست دومشون رو مردم میارن اونجا میذارن و اینا رو اگر صلاحیتش صادر بشه اونا رو میذارن تو مغازه و میفروشن. بعضی هم هستن مثلا دیدی بعضی لباسا رو میگیری ولی اونا رو استفاده نمیکنی. بعضی از لباسایی که توی این مغازه هستن حتی تگ خود لباس هم بهشون هست، تو میتونی لباسای مارکدار رو با قیمت خیلی خیلی کمتر بگیری. بعد اینجوری هم نیست که مثلا کهنه باشه، ولی من میخوام بهتون نشون بدم که این مغازه چطوریه، چه چیزایی توش داره. پس داره میریم با هم ببینیم. بیوره بچه ها، میدونستید کلاغا دوست دارن آب بازی کنن؟ مخصوصا این. بچه ها شما این راه رو ببینید چقدر زیباست، مثل یه تونله، دو طرفش سبز، همش سبز. تابستون داره میاد. خیلی خوشحالم. کلی برنامه‌های تابستونه داریم. آره بریم کلی جاها رو بگردیم، به شما هم نشون میدم. این کیفو ببین چقدر قشنگه، بذار قشنگ بهتون نشون بدم. ببین چه خوشگله، این ورشو ببین چه زیباست. تازه از زارا گرفتم. بعد خیلی وقت بود که یه همچین کیفی رو میخواستم، خیلی بزرگ باشه نه خیلی کوچیک، که بتونم همه چی رو بذارم توش. بذارم ماشین رو رد بشم که مثلا بتونم دفترم بذارم توش، نمیدونم یه وعده خوراکی مثلا پروتئین بار بذارم توش، کیف پول، گوشی، همه چی. بعد اون روز با دوستم رفتیم، اینو یه دفعه چشم دید همین یه دونه، همین یه رنگ، همینو فقط داشت دیگه، منم گرفتمش. بچه ها ببین چقدر سبزه. بعد این که قاصدک که میبینم دلم میخواد آرزو کنم و فوت کنم. میخوام آرزو کنم بچه ها. قاصدک میبینید آرزو کنید فوت کنید. فکر نکنین همش بزرگ شدین از این کار رو نکنین. به نظرم هر کاری که دلتون میخواد تو اون لحظه انجام بدین و انجام بدین. نه اینکه آدم مثلا تصمیم‌های اشتباه بگیره، ولی مثلا کارایی مثل اینا که شما نه کسی میاد بگه چرا این کار کردی، نه شما به کسی آسیب میرسونید، نه اینکه از روی غرض داری این کار انجام میدی. این کارو داری انجام میدی برای دل خودت، برای اینکه حال خودت خوب بشه و از انجام دادن این کار خیلی خوشحالی انجامش بده. این یه کیفی آدم میکنه. درسته شاید خیلی هم بر این باور باشن که نه چرا انجام بدم، مردم چی میگن، مردم قضاوت میکنن، مگه من بچم، ولی دلت میخواد انجامش بده. اگه میخوای بری روی چمن‌ها غلط بزنی برو غلط بزن. اگه دلت میخواد که روی جدولای خیابون راه بری برو. اگه دلت میخواد که زیر بارون خیس بشی بدون چتر راه بری انجامش بده. چرا ندی؟ اگه ما چند بار زندگی میکنیم. خب بچه ها رسیدیم. اینو تازه داشتن که مدل داخل مغازه‌شو عوض میکردن، بسته بود یه خورده وقت، حدود چند ماهی. حالا دوباره بازش کردن، دکوریشن داخلش رو تغییر دادن، ولی همین دیگران نمیدونم قانون جدیدش اینه که نمیذاره کیف ببریم تو. نظرت میتونم ببرم داخل یا نه؟ طبقه بالا که فقط لباسا هستن.
بچه این میگه مثلا چه روزای 50% آف فقط روی تگای زردش هست، چه روزای 25% آفه، چه تگایی آف داره. مثلا اینجا آبی فقط، اینجا قرمز، اینجا بنفش، اینجا هم تگای زرد تو روزای خاصی. اینا چی دارن تخفیف. بچه‌ها خواستم اول سرمو ببینید بعد بهتون یه چیزی بگم. من اولین بار بود که می اومدم اینجا یه چیزی پسندم شد که بگیرم و تدا نگاه کن چقدر بهاری و چقدر تابستونی و خنک و اینی که پوشیده بودم خیلی گرم بود. اینو گرفتم. خب بعد این صورتی رو گرفتم. چند بود؟ $8 شده بود. بعد اینم گرفتم، اینی که دیدید پوشیدم، این کته سفید مشکیه، اینو گرفتم $9. خب اولین بار بود. بعد خیلی جالب بود که اینوری برم نورش بهتره. آره خیلی جالب بود که اینایی که گرفتم اصلا نو بودن. اینا اصلا تگشون هم بهشون بود. چیزایی که انتخاب کرده بودم نو بودن. اون کاپشن ها رو اصلا خوشم نیومد. یه جوری تو تنم بود، خیلی فیت بود ولی یه جوری احساس میکنم. بچه ساکت باش، دارم ولاگ میگیرم دیگه. همین دیگه. این چه زیباست، خیلی دوستش دارم. این سویشرت از دیروز اینجا آویزونه، هیچ کس کاری بهش نداشته. دارم برمیگردم بچه ها، برمیگردم خانه. و مثلا بعضی از چیزاش هست، مثلا اونایی که تو ویترین بودن دیدین، اونای چیزایی هستن که هم مارکن، همین که اصلا استفاده نشدن، و همین که کسی مثلا گرفته دیده به دردش نمیخوره آورده داده به اینا که اینا اگه میخوان بفروشن. بعد اینا چون نوه میذارن توی ویترین و چون مارک هم هست، خب چون مارکی میذارن تو ویترین و قیمتشون مثلا $200 $300 ایناست. ولی بعضی از اونایی که مثلا مثل این دوتایی که من گرفتم که تگشون هنوز بهشون هست، اینا لباسایی هستن که مارک مثلا خیلی معروف خاصی نیستن، ولی اینا لابلای لباساشون میذارن که مشتری ببینه بخره دیگه. ولی اونایی که مثلا تو ویترینه حتما باید بری صدا بزنی کسی بیاد در ویترین رو برات باز کنه، بهت نشون بده، اونجا وایس تا پروف کنی، بعد بهشون تحویل بدی، چون مثلا مارکای معروفن. خیلی من خوشحالم. بعد لباسم گرم بود. اولین کار که رفتم دیدی که بهتون یه ساین نشون دادم، نوشته بود که با خودتون کیف نمیتونید بیارید داخل. خب بعد من که رفتم کیفم ازم گرفت، یه تگ زد بهش که آخر کار وقتی میخوام برم بیرون کیفم ازش بگیرم. آخر کار که اومدم بگیرم ازش، وقتی حساب کردم گفتم که من یه درخواست عجیب ازت دارم و اینا. بعد گفت چی؟ گفتم که من دوباره میخوام برم بالا تو اتاق پرو لباسم عوض کنم. خیلی هوا گرم، من اصلا انتظار نداشتم هوا اینقدر گرم بشه. هوا عجیب شده این چند روزا. خلاصه قبلش سرد بود هوا، بعد هوا گرم شد. خانمه داره نگاه میکنه. دیگه گفتم که هوا خیلی گرم شده، من میخوام برم اینو عوض کنم.
دیگه گفت که بیا برو عوض کن. آخرش هم که پوشیدم اینا چقدر بدنیه چقدر شکل. بچه ها اینا رو ببین. What a pretty. چقدر خوشگلن اینا. کاش بتونید زیباییشو از اینور ببینید. ببین چه خوشگل زیباست. بوی گل یاس میده. خیلی بوش خوبه. این وریش هم بنفششه. ببین چه خوشگله. خلاصه که من این دوتا رو خیلی خوشحالم که گرفتم. ببین چه قشنگه. چون که جفتش پرچم آمریکا رو ببینید. چون که جفتش تگ داشت و نو بود و من از این بابت بسیار خوشحال هستم. چون من کلاً خوشم نمیاد که برم، نه که خوشم نیادا، ولی نمیتونم لباس اینجوری و اینا رو بپوشم که قبلا پوشیده شده. خب بعد اون وقت اینجا خیلی مرسومه، خیلی زیاد. مثلا دوستای آمریکایی اینا رو به من معرفی کردن ها. خیلی زیاد مرسومه که مردم برای حفاظت از محیط زیست که چیزی کمتر وارد طبیعت بشه، نه اینکه حالا لباس کهنه شده باشه بخوام بدن اونجا بفروشه، اصلا اونجا قبول نمیکنه. حتما لباس باید یه درصدی از کیفیت رو داشته باشه که این اصلا قبول بکنن که اونجا بفروشن. بعد اون دوستا معرفی کردن، بعد اونا خیلی از این مغازه خرید میکنن. خیلی هم خودشون لباساشونو که میبینن دیگه نمیخوان، براشون تکراری شده، اینا رو اهدا میکنن به این مغازه ها. حالا میخوام برم فروشگاه بادمجون میخوام بگیرم، خورش قیمه بادمجون درست کنم برای شام. یه جا پیدا کنم بشینم. یکی از دوستای سر کارم دیروز اومد ازم پرسید که مثلا خوراکی مورد علاقتون چیه، از چند تامون پرسید. ما مثلا خوراکی مورد علاقمون رو گفتیم. بچه ها شما این گلای زیبا رو ببینید. الان ببینید این کنار خیابون بود. خب اینو بچه کوچیکا یا هر کسی که مثلا بزرگا هم هستن این نقاشی ها رو میکشن، در این کمد باز میکنن، نقاشیاشون رو میذارن تو این برای زیبایی شهر، برای مثلا یه گالری کنار خیابون باشه. بالاش هم نوشته که چی Free Little Art Gallery. اشتباه گفتم. اینو اولین بار بود اینجا میدیدم. اینو مال یه گالری هست که مثلا نقاشی میکنن چیزا رو میان میذارن اینجا، هر کس میخواد در اینو باز میکنه برمی‌داره. حالا نقاشی کوچیکه، کسی که نمیاد حالا بعدش شاید یه بچه کوچیکی چیزی داشته باشه رد بشه دلش بخواد که مثلا عکس خرچنگ داشته باشه ببره خونه. داشتم میگفتم آها، یکی از بچه‌ها داشت ازم میپرسید، داشت از چند تا میپرسید که خوراکی مورد علاقتون چیه و اینا. یه من مثلا خوراکی مورد علاقه‌مو بهش گفتم بابل تیه، یه چای ویتنامیه. بعد عکسشو براتون میذارم اینجا. بعد خیلی خوشمزه است. تهش یه بابلایی هم داره، تو یکی از ویدیو هم ساختم که معروف‌ترین نوشیدنی آسیاییه. خیلی خوشمزه است. بعد گفت که باشه و اینا میخوام براتون بگیرم. بعد دیگه وقتی رفت خونه، یعنی اون آف شده و از سر کار، بهش تکست دادم که ببین من دارم یه چالشی اجرا میکنم، من نمیتونم شکر مصرف کنم اینا. بعد دیگه امروز دیدم برام یه پودینگ آورده، پودینگ چیاسید که نه قند داره نه شکر داره، اینقدرم خوشمزه است. قبلا امتحانش کردم، حالا قراره که بریم یه جایی نشون بدم بهتون چه جوری بود. رفتم بادمجون خریدم. بعد اون وقت مغازهای تریفت شاپ همینایی که الان رفتم اینا ببینم بگی یا پلاستیکی چیزی نمیدن که تو خریداتو بذاری توش. که خب ببین یالا من دستمه، به خاطر اینکه اینا اصلا هدفشون از زدن این مغازه ها برای حفظ محیط زیسته. بعد اون وقت من رفتم الان یه بادمجون خریدم، یه بگ گنده براش گرفتم که بادمجون رو بذارم توش. دیگه الان کاپ کافی هم گذاشتم توش، ولی اینو اگه بذارم توش دلم نمیاد، سفیده، یه قطره کافی چیزی میریزه روش لک میشه. قهوه کافی هم به این سادگی از بین نمیره. برم یه جایی بشینم این پودینگه رو بخورم ببینیم. بچه ها اینو گرفتم، اون یکیه پشتشو ببین چه قشنگه. البته الان لباس صورتی زیرشه این، به خاطر همین
نمیدونم خوب نشون میده ولی خیلی قشنگه. خیلی دوستش دارم. یه کت زیبا. اینو ببین لباسا رو اینجوری لوله کردم که فقط به شما اینو نشون بدم. پشتشو نبینین، جلوشو این چه زیباست. آره دیگه دیل خوبی بود. گرم شدی و بعد جالبش اینه که خرید کردم دارم میام بیرون از مغازه قطره های باران هم میریزد. چطور انقدر گرمه که بارون هم یه ذره داره میباره؟ I don't understand exactly. Oh wow. پودینگه رو بهتون نشون بدم. یه متنم گذاشته بود روش، اینو که برامون گرفته بود خیلی باحال بود. بذار بهتون بگم چیا داره. دانه چیا، شیر نارگیل، پودر نارگیل، وانیل، بعد روشم قسمت روشم اومدن بلوبری گذاشتن و دوباره همون چیا سید. یه چیزایی هست مثل کشمشه ولی قرمزتر، خیلی هم خوشمزه است. بعد بذار نشونتون بدم قشنگ. این پروتئینش زیاده و سالمه و خوبیش اینه شکر نداره. من الان تو روز 5 چالشم، نمیدونم با هم همراه هستین یا نه، ولی قدم به قدم کارایی که میکنم و تو اینستا میذارم. اینو ببین خیلی باحاله. این بافتشو ببین چجوریه. دانه چیاه، شیر نارگیل، خیلی خوشمزه است. بچه کیفمو بهتون نشون بدم. از این زاویه هم ببینید، بچرخونمش از این زاویه هم ببینید. فکر کنم اگر که اونور بشینم زاویه نور بهتره. بذار هیچ کدوم زاویه بهتر نبود. یکی بود تصمیم گرفتم همینجا. ببین چیرز. خیلی خوشمزه است بچه اینو راحت میتونید تو خونه درست کنید. فقط دانه چیا رو باید زیاد بزنید که غلظتش اینجوری در بیاد، مثل ژله میشه. این دونه قرمزا هم هموناییست که گفتم مثل کشمشه. مزه کشمش هم میده ولی اسمش یه چیز دیگه است. حالا این کلاغه هی باید داد بزنه اینجا. همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. با هم رفتیم مغازه‌ای که خیلی تو آمریکا و کانادا رایجه، thrift shop اسمش، و خیلی از مردم از اونجا خرید میکنن. اولین خریدم با شما کردم. خوشحالم که با هم همراه بودین. تا ویدیو بعدی فعلا.